قربان سلامت بندرون قربانم تی وجه اگه کمی کسریت خلاصه معاف کنه سلامت به قربان توصیه کم سابسکرایب کنه سعادتی که نصیب ما بوده یه شد که ما استاد باسط زرابی رندیست ولی شما نه تصویر گرفت استاد نصیب بود حافظ جان جانی پاجار بکن استاد یا استاد پاجار بکن استاد مشد سلام علیکم کو متاسفانه به ناپذیر نه تصویر شما بگیرید ها یک افتخاری که نصیب ما بوده شما کلیپ کنم ما تو یوتیوب هشته به عنوان حامی شما به عنوان حمایت موسیقی بلوچی و بلوچستان شما اگر خبر چیز دارید تو کانال یوتیوب مخاطبان روز شما مهربانی الله شما را حفظ کنه سلامت شما که باز زحمت کشیده سلامت به هر حال ما و رضایت خود استاد کلیپ نشر دادیم به هر حال فقط من هدف دیستن هنرمند بلوچستان اینه که انشالله که ما یه سعادت به نصیبی که میشه شما رو بگیریم انشالله خدا زنده بگم انشالله شما بو حبیب بیاید یک میل منطقه میجاوب در حال یک هماهنگی کنه برنامه‌ای که استاد محمد علی به حال تکنواز واسه افتخار ما میجاوب در خدمت شما هست سلامت ما منتظریم که استاد نسیم هود و رضوان اگر ممکنه نبودی کنین یک سلام علیکم و خسته نباشید درس کنین که عالیه بود اگر نه که این ساعت نصیب نبوده ما همراه بودیم. خب استاد نسیم هود اگر سمت ما بیاتین هیت خیلی خوشحال جناب شما اجرا و رندیست و ما حقیقتا بخور یک خسته نباشید درس کنن و سلامت باید باعث افتخار تبریک انتظاری عالی استفاده این که خلق بکنم شما که ما چاباش رو دعایم تو شما نیاد ما خدمت کنه والله سلام غفار بجای غفار یا غفار مورد کی چابر نیست اجرا نداریدم اجرا سب که پاپ نیست ما فولکلور کار کنیم بلکه دیگر شاید پاپ و اضافه اگر اضافه بھی غفار بھی عالی ہے بعد من یاد کنم کلا اضافه کنم و باعث افتخار شما هم حتی تو اجرا و ایشان ماشاءالله نشد کنید یوتیوب و هدی کارش هم واسانه ما فقط فرهنگ بلوچ و بلوچستان و موسیقی و چی سلام علیکم رضوان دی ما بگیر جوړه برابر برنګ خبر هنرمند معرفت نبوده ما معذرت لكم بچکندی به جم دلبر اندر مکای اصلا مکان دار تی سردی و خاموشی و سردی تی انگر دل پرداری دلانگا مکانی تی ملکا تی مکانی بچبر نک سرداری نکاش واتا کتا دزبندی کتا گواتا بر بزاره شهرا بزاره انبار پر جلوه
نازه پر ناز و پر جلوه بی درور و بی تای و بی دروا الان خیالم راحت شد. دوستان هنرمند رو ملاقات کردیم اتفاق هم و انشالله که بتونم فردا شب هم بگیرم که اجراهایی هست بازم براتون کلیپ بگیرم. اگر لذت بردین زیر این پست کامنت مادر پری چوتو پری مادر آیات تهی زیر تهی آیات سر پمنا وانا پمنا رست خب دوستان عزیز خسته نباشید. امیدوارم که حال دلتون خوب باشه. اجرای بلوچستان تموم شد و واقعا من که لذت بردم. حالا شما رو نمیدونم، اگر کوتاهی بود قصوری بود به حال بزرگتون ببخشید. فقط یه چیزی که میخواستم بگم این بود که واقعا برام جالب بود که بیشتر شرکت کنندگان از شهرستان بودن و فارس زبان. متاسفانه موسیقی و هنر بلوچستان که زبان زد خاص و عام تا به امروز بوده متاسفانه بین مردم بلوچ کم اهمیت نشان داده شده امشب و امیدوارم که در روزهای آینده و در مراسمات بعدی شاهد این کم لطفی و بی اهمیتی مردم بلوچ نباشیم.